پادشاهی از پادگان‌ها که تبلیغات توخالی اداره کل تبلیغات ایران و اظهارات محمد شایسته وزیر مختار ایران در بی‌شرفا یه دروغگو! آشغالا! به من دروغی میگین که متفقی خواهان ترخیص 2 لشکر توی تهران هستن. دروغگوی اشغال! دروغگو! بس که مفت خوردین و چاپیدین هار شدین. پاشو سر پاشقال! همتون دروغگوین. بهبودی! همتون دروغگوین! بهبودی! اعلیحضرت آقای فروغی شرفیاب شدن. این 2 تا آشغالو بده حبسشون کنن تو لونه سگا تا یاد بگیرن که دیگه به من دروغ نگن. چشم قربان.